طرح ملی بیمه معیوبین یا National Disability Insurance Scheme یا NDIS چیست؟ این ورقه معلومات همراه با ترجمه آن در مورد طرح ملی بیمه معیوبین توسط دفتر امپیرو برای آن کسانی که از جوامع فرهنگی و لسانی مختلف اند ترتیب شده است. طرح ملی بیمه معیوبین به نام NDIS یاد می شوند و یک طریقه جدیدی است که به معیوبین کمک می کند تا مراقبت و حمایتی را که به آن نیاز دارند به دست آورند. این یک سیستم مجانی و سراسری است، لذا برای همه مردم در سراسر استرالیا یکسان است. این سیستم در سال 2019 در سراسر استرالیا قابل دسترس خواهد بود و در برخی قسمت‌های کوینزلند در سال 2016 آغاز خواهد شد. کسانی که معیوبیت دارند و از NDIS کمک اخذ می کنند به نام مشترکین یاد می شود. استحقاق سیستم NDIS برای آن افراد معیوب است که در استرالیا به سر می برند و در مرتبه اول دستیابی به NDIS زیر سن 65 سال قرار دارند، طبی استرالیا هستند و یا اقامت دائمی دارند، یا طبی نیوزیلند هستند که دارند ویزاهای کاتگوری خاصی محافظتی می باشند. معیوبیتی دارند که از بین نمی رود، یعنی در طول حیات بوده و بالای توانایی آنها در اشتراک به فعالیت‌های روزمره تاثیر می‌گذارد. برای اشخاصی که واجد شرایط نیستند، سیستم NDIS شاید بتواند آن را به کمک‌های مناسب دیگر پیوست کند. انتخاب و کنترل در گذشته بسیاری از افراد معیوب در استرالیا اکثراً احساس می‌کردند که از زندگی اجتماعی حذف شده‌اند و انتخاب کمی در چگونگی ارائه کمک‌ها داشتند. در سیستم NDIS مشترکین می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام کمک‌ها را می‌خواهند و چگونه آن را دریافت می‌کنند. کمک معقول و ضروری طرح NDIS برای آن کمک‌هایی پرداخت می‌کنند که مرتبط به معیوبیت هست، لازم یا ضرورت دارند و به شخص کمک می‌کنند که به اهداف و آرزوهایشان برسند و به مردم کمک می‌کنند که بیشتر مستقل شوند. طرح NDIS آن کمک را عرضه می‌دارند که مردم به آن نیاز دارند تا جزء زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعهشان باشند. این شاید شامل این باشند: برقراری ارتباطات و احساس پیوستگی با دیگران، بودن با فامیل و دوستان. برقراری ارتباطات و احساس پیوستگی با دیگران، بودن با فامیل و دوستان، پیوستن در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی به شمول فعالیت‌های تفریحی، رفتن به مکتب، درس خواندن و آموزش مانند درس خواندن در طیف یا دانشگاه، کارهای معمولی روزمره، تصمیم گیری، پرداخت صورت حسابات و حل مشکلات، مکالمات مانند مکالمه و درک کردن دیگران، تحرک مانند گشتن در خانه و اجتماع یا گرفتن وسایل یا کمک برای انجام این، مراقبت از خویش و ضروریات خاص صحی مانند کمک در حمام گرفتن، لباس پوشیدن و غذا خوردن، فعالیت‌های داخل خانه مانند تهیه غذا و پاک کردن خانه، استخدام مانند یافتن و نگه داشتن یک وظیفه. طرح NDIS چه چیزی را تمویل نمی کند؟ طرح NDIS چیزی را تمویل نخواهد کرد که ارتباط با معیوبیت شخص ندارد.
مصارف روزمره که مرتبط به کمک هایی که شخص به آن نیاز دارد نیست. توسط کدام سازمان دیگری که باید تمویل گردد، مانند تعلیم و تربیت، صحت یا مسکن، ممکن است سبب ضرر به دیگر مشترکین یا دیگران گردد. اطفال معیوب. طرح NDIS می تواند برایتان نیز کمک کنند تا برای طفلی که معیوب است از شروع کمک بگیرید. گرفتن کمک در شروع شاید کمک کنند که تاثیر طویل المدت معیوبیت را بالای شما یا طفلتان تقلیل دهد. طرح NDIS این را به نام مداخله زود یا Early Intervention یاد می کند. مردم معیوب و خانواده هایشان. ضروریات افراد معیوب به شمول انتخاب ها و تصامیم هایشان در طرح NDIS جهت پلانگذاری کمک و ایشان موقف مرکزی دارد، اما نقش خانواده هایش نیز مهم است. افراد معیوب می تواند از فامیل و دیگر حمایت کنندگان دعوت کنند تا در پروسه پلانگذاری NDIS به آنها کمک کنند. پلانگذاری NDIS در مورد طریقه های می اندیشند تا به فامیل کمک کنند که حمایت دوامدار را ارائه کنند و در زمان از ساختن پلان با مشترکین نقش فامیل را مد نظر خواهند گرفت، به شمول کمکی که با آنها ارائه می کنند. دیگر مسئولیت ها و پلان برای زندگی خودشان. پلانگذاران NDIS همچنین این را مد نظر خواهد گرفت که مردم معیوب شاید کمک فامیلشان را بخواهند تا تصامیم آگاهانه بگیرند و آنها نظریات، دانش و تجربه آنان را ارزش می دهند. اگر به مترجم نیاز دارید تا سوال کنید یا معلوماتی بیشتر حاصل کنید، به شماره 13 14 50 به دفتر TIS زنگ بزنید و تقاضا کنید تا با دفتر طرح ملی بیمه معیوبین NDIS در شماره 1800 800 110 وصل شوید. چگونه باید دریافت که مستحق هستید یا خیر؟ می توانید از فهرست دسترسی NDIS استفاده کنید تا ببینید که آیا مستحق دریافت کمک از NDIS هستید یا خیر. www.ndis.gov.au/NDIS-access-checklist. زمانی که طرح NDIS در کوینزلند آغاز می شود، مردم معیوب قادر خواهند بود تا فرم Access Request Form را تکمیل کنند. این فرم با NDIS معلوماتی را مهیا می سازند تا تصمیم بگیرند که آیا شما می توانید به کمک NDIS دسترسی یابید یا خیر. در این فرم ضرور است در مورد معیوبیتتان، عمر و تابعیت سکونتتان در استرالیا معلومات دهید. نسخه های این فرم و انواع معلومات و اسنادی که در درخواستتان کمک کنند، مثلا شواهد معیوبیت، سکونت، عمر و غیره، در صفحه اینترنتی NDIS تحت بخش مشترکین در دسترس است. پلانگذاری قبل از وقت. حالا مردم می توانند در مورد اینکه چگونه می خواهند زندگی کنند و چی کمکی نیاز خواهند داشت تا آنطور زندگی کنند فکر و پلانگذاری را آغاز کنند. یک کتاب پلانگذاری NDIS موجود است که مردم می توانند آن را تکمیل کنند تا به آنها کمک کنند برای پروسه پلانگذاری آماده شوند. نسخه های این کتاب در صفحه اینترنتی NDIS موجود است.
کار کردن با یک پلانگذاری NDIS. زمانی که به شما اطلاع داده می شود که مستحق NDIS هستید، یک بسته پلانگذاری را دریافت خواهید کرد. این بسته پلانگذاری پروسه پلانگذاری و ارزیابی را تشریح می کنند و شامل یک اظهاریه اشتراک کننده است که باید قبل از پروسه پلانگذاری و ارزیابی تکمیل گردد. اگر مردم به کمک نیاز دارند، مثلا ترجمان یا مواد ترجمه شده، NDIS می تواند در ترتیب دادن آن کمک کند. همچنین اگر این مواد را در این ملاقات هایتان ضرورت دارید، می توانید تقاضا کنید که این مواد ترجمه شود. طریقه های مختلفی موجود خواهد بود تا بتوانید پلان NDIS خویش را ترتیب دهید، به شمول ملاقات با یک پلانگذار NDIS. این پلانگذار کمک می کنند تا ضروریات، اهداف و آرزوهایتان را مطرح کنید و کمک هایی را که حالا بگیرید نام بگیرد. شاید به بیشتر از یک ملاقات نیاز باشد و شما می توانید کسی را جهت کمک با خود بیاورید. با استفاده از این معلومات، NDIS یک پلان کمک را که به بهترین وجه جوابگویی ضروریات و اهدافتان باشد انکشاف می دهد. می توانید از اشخاص دیگر برای حمایت و کمک خویش در هنگام پروسه پلانگذاری دعوت کنید. جهت معلومات بیشتر www.ndis.gov.au